طالبان و دیپلمات‌های غربی برای نخستین بار از زمانی به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان با یکدیگر در اروپا گفتگو کردند. این مذاکرات روز 24 ینور پشت درهای بسته در اسلو، پایتخت نروژ برگزار شد. نمایندگان طالبان در این نشست خواستار آزادی حدود 10 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده دولت افغانستان توسط امریکا و دیگر کشورهای غربی شدند. از سوی دیگر قبل از این گفتگوها دیپلمات‌های غربی با فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر افغانستان دیدار در مورد خواسته‌های آنان و ارزیابی وضعیت کنونی این کشور گفتگو کردند. در نشست اسلو نمایندگان از اتحادیه اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و نروژ حاضر هستند. همزمان تعدادی از فعالان مدنی و حقوق زنان افغانستان نیز در این نشست حضور دارند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان نیز از این نشست استقبال کرده و برگزاری این جلسه را یک گام مثبت برای برون رفت از مشکلات موجود در افغانستان معرفی کرده است. از سوی دیگر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز 24 ینور در گفتگو با خبرنگاران دیدار با جامعه مدنی افغانستان را نه یک مذاکره بلکه یک تبادل نظری سازنده معرفی کرده است. متقی تاکید کرده است که آمدن به نروژ خود یک دستاورد است، زیرا آنها در صحنه بین المللی مشارکت دارند. متقی همچنین در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص به کار نگرفتن زنان در سمت‌های مختلف دولتی صدا داد، مدعی شد که حدود 15,000 زن در بخش‌های مختلف دولتی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. باید گفت که گروه طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان در ماه اوگوست سال 2021 محدودیت‌های گسترده را در افغانستان جاری کردند و بسیاری از زنان از ادامه تحصیل و کار در اداره‌های دولتی در این کشور محروم شدند. فخرالدین خالبک تحلیلگر مسائل افغانستان میگوید به نظر میرسد که برخی از کشورهای اروپایی با برگزاری چنین نشست‌ها با حضور هیئت طالبان جهتی به رسمیت شناختن دولت طالبان زمینه سازی میکنند. وی در ادامه صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین گفت: یک ظاهری مسئله است، یک پشت پرده است. آنچه ما در ظاهر میبینیم این تلاش‌ها به خاطر اون که طالبان را یک گونه آدم کنند، تربیت کنند جامعه جهانی و جامعه جهانی نزدیکتر کنند به معیارها و ارزش‌های انسانی و بین المللی نزدیک کنند، بسیار صورت میگیرند. اما ما باید به این طرف مسئله نیز نگاه کنیم که کشورهای غربی اینها همانو بسیار تلاش میکنند که یک گونه طالبان را نرم و با چشم جامعه جهانی خوب نشان دهند، تو جای آنها را تغییر دهند، گویا به اینند که خط سرخشان حقوق انسان است. اما در همین نشست‌ها هیچ یک از سازمان جهانی و حقوق بشر بین المللی را ما نمیبینیم که امروزها چندین موارد نقض حقوق انسان، بخصوص نقض حقوق زنان طرف طالبان انجام میگیرد، با این همه چشم میپوشند. بخصوص همین کشور نروژ یا کشورهای اسکاندیناوی که ما میدونیم گویا یک کشورهای خیلی آرام و باثبات و صلح دوست هستند در جای خودشان، منتها بخصوص کشور نروژ با طالبان در دوره گذشته هم همکاری خوب داشت، حالا هم طوری دیده میشود طالبان را برای نرم کردن یعنی نزدیک کردن با جامعه جهانی یکی از هدفهایشان است. طالبان بسیار میخواهند که یک مشروعیت بین المللی به وجود آورند و همین تلاش ها از جمله در اسلو هم یک گونه هماهنگی یا همفکری تلاش کشورهای غربی برای هموار کردن زمینه برای رسمیت شناختن طالبان ارزیابی می شود، دیگر هیچ. خب یک نمایشگاهی است که اینها و جامعه جهانی گفته ایستادند که ما خب تلاش‌های داریم برای حل بحران افغانستان، اما در عمل ماهیت همین تلاش‌ها فقط نرم کردن مناسبت جهان، مناسبت جامعه جهانی با طالبان است، دیگر هیچ. در عکس حال این گونه نشست‌ها اصلا یگان نتیجه نمیده.